جانب ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه ینور سال 2021 دستگیر شدند. وزیرов سهرابجان عمرویچ سنه تولدش 23 ایولی سال 1975 زاده و استقامت کننده ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان، جماعت دهات قلعه خنب، دهه مدرسه، ملتش تاجیک، اویلدار، صاحب 5 فرزند، قبلا 6 مرتبه سود شده است. نوابسته به این وزیرов سهرابجان عمرویچ از کردارهای خود خلاصه ضروری نبرآورده با جنگیان حرکت طالبان که فعالیت آنها با حالنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از 30 مارس سال 2006 در قلمرو جمهوری تاجیکستان منع گردیده همچون تشکیلات تروریستی اکستریمیستی اعتراف شده است، رابطه جنایتی برقرار نموده است. وزیرов سهرابجان عمرویچ با جنگیان طالبان طریق تلفنی علاقه برقرار کرده است. اینچنین وزیرov سهرابجان عمرویچ میان ساکنان ناحیه درواز حمله های مسلحانه اعضایان حرکت طالبان را بر ضد ساختارهای قدرتی جمهوری اسلامی افغانستان ترغیب و تشویق نموده عقیده های این تشکیلات را دستگیری کرده است. دادov قربان محمد یورممدویچ سنه تولدش 10 مارس سال 1968 زاده و استقامت کننده دهه دشتک جماعت دهات قلعه خنب ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان. طاعتov امینجان اکبرشایویچ سنه تولدش 13 اپریل سال 1986 زاده و استقامت کننده دهه مدرسه جماعت دهات قلعه خنب ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان با وجود آگاهی داشتن از علاقه جنایتی وزیرov سهرابجان عمرویچ با جنگیان طالبان به مقامات دخلدار خبر ندادند. البته پیشگیری نمودن شامل شوی جوانان با ارگونا حزب و حرکت‌های افراطگرایی امروز نه تنها وظیفه دولت و حکومت به حساب می رود، بلکه جامعه شهروندی نیز باید در برطرف نمودن این کمبودی سهم ارزنده خود را گذارد، چرا که جوانانی که جهت دانش‌های سیاسی و دانش‌های معنوی و دینی آنها در درجه پست است، پیش از همه به گروه‌های افراطگرایی باور کرده با آنها شامل میشوند. البته حال زیا مخصوصا حال جامعه شهروندی امروز باید وظیفه دار کرده شود که با خاطر پیشگیری و شامل شوی جوانان سهم خود را باید گذارد، چرا که آنهایی که با این گونه حرکت‌ها شامل میشوند آنها فرزند، برادر و همسن و امثال ما می باشند. با این واسطه شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت و مساعدت نمودن به کردارهای برخلاف آنها این پیش از همه خیانت به دولت و حکومت و به وطن خود می باشند. با در نظر داشت دلیل های ذکر شده نسبت وزیرov سهرابجان عمرویچ با ماده های 179 علاوه 1 قسم 1 مساعدت کردن برای صادر نمودن جنایت های خصوصیت تروریستی داشته و 179 علاوه 3 قسم 1 سفید کنی عمومی فعالیت تروریستی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان طاعتov امینجان اکبرشایویچ و دادov قربان محمد یورممدویچ با ماده های 347 قسم 1 خبر ندادن درباره جنایت وزنین کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی ادامه دارد. به همگان معلوم است که در سیستم سیاسی جهان معاصر مسئله تروریسم و اکستریسم یکی از مسئله های مهم و کلیدی به حساب می روند. در همه پیام هایی که از طرف پیشوای ملت به مجلس ملی و به مردم تاجیکستان میراه گردیدند تکرار به تکرار برای پیشگیری قوای اکستریمیستی و تروریستی تاکید کرده می شود و چنانه که پیشوای ملت قید کردند تروریسم این وطن مذهب و دین ندارد، بنابراین ما را لازم است که نگذاریم که به تفکر جوانان و حملهای ناپاک خود را در جمهوری تاجیکستان عملی نمایند و امروز ما علاقه بسیاری از جوانان را با گروه افراطگرایی تروریسم اکستریسم دیده ایستاده ایم و حال خصوصا نفرانی که امروز در منطقه های سرحدی عمر به سر میبرند و به اختیار به صف این گونه گروه ها شامل میگردند. تاثیررسانی قواهای اکستریمیستی و تروریستی به امروز به جوانان بسیار مشاهده می رود و این پیش از همه تاثیر به تفکر جوانان و اینچنین با وعده های زیاد دروغین به عمل می آید. از این خصوص جوانان امروزه را لازم است که برای پیشبرد
وطن برای آباد کردن وطن باید کمای قیمت بستند و فریفته این گونه وعده های بر دروغ گروه های تروریستی نگردند. هر یک فرد ملت دوست و وطن پرست رسالت شهروندی خود را اجرا نموده برای فاش ساختن عمل های جنایتکارانه شهروندان کمک خود را به مقامات حفظ حقوق رساند، زیرا آرامی کشور کفیل حیات خوشبختانه و آسودگی روزگار خاندان هر یکی ماست.